جوجه نیستا، ماهیه. اونم به یه روشی که حتی اگه ماهی دوست نداشته باشین خودتون یا بچه‌هاتون عاشق ماهی خوردن میشین. پس اول از همه بفرستش برای چند تا از دوستات که برسه به دست اونایی که ماهی دوست ندارن، بتونن از خوردن ماهی لذت ببرن. فیله ماهی شوریده رو من استفاده کردم. شما هر ماهی که بشه فیله‌اش کرد و میتونید استفاده کنید. به قطعه‌های کوچیک تقسیم کنید. بعدم پودر زعفرون رو با آب برای ماهی قاطی نکنید. زعفرون رو سابیدم، پودرش رو روی ماهی ریختم. بعدم یه استکان آب پیازی که رنده کردید و آبش رو جدا کردید. سیر حبه شده و ادویه‌هایی که تو کپشن نوشتم همراه آب لیمو ترش تازه یا آب نارنج روی ماهی بریزید. بعدم اجازه بدید که حداقل 3-4 ساعت این ماهی با این مواد استراحت کنه. وقتی خوب مواد رو با ماهی‌ها مخلوط کردید، روش روغن بریزید که روغن کاورش کنه، ماهیتون هم خشک نشه. توی این فاصله برای بین سیخ‌های ماهی از فلفل دلمه‌های رنگی استفاده کردم. سیخ‌های چوبیتون هم حتما از 3-4 ساعت قبل توی آب بذارید که بافت ماهیتون رو خشک نکنه موقع سرخ شدن. حالا روی منقل، توی فر یا حتی توی ایرفرایر هم میتونین ماهی رو درست کنین. به سیخ زدم، با یه مقدار کره و روغن زیتون توی تاوه گریلش کردم. موقعی هم که داره سرخ میشه یا گریل میشه، حتما ترکیب زعفرون و کره روش بزنین که این ترکیب معجزه میکنه برای طعمش. وقتی کامل از پخت ماهیتون مطمئن شدید